فکرشو بکن. یه صفحه ساده، چند خط نوشته و شروع یه اتفاق بزرگ. جایی که آدم‌ها شروع کردن حرف‌های دلشون رو توی اینترنت بنویسن و قصه هاشون رو با دنیا قسمت کنن. امروز میخوایم برگردیم به روزای اول وبلاگ نویسی. از اولین جرقه ها تو دنیا تا جوشش بزرگش تو ایران. داستانی پر از شوق، خلاقیت و یه دنیا تغییر. سال 1994 رو تصور کن. اینترنت هنوز یه دنیای جدید و ناشناخته بود. توی همین روزا یه دانشجوی کنجکاو به اسم جاستین هال نشست پشت کامپیوترش و یه وبسایت شخصی درست کرد، links.net. اونجا درباره زندگیش نوشت، از چیزایی که دوست داشت گفت، لینک هایی که کشف می‌کرد رو به اشتراک گذاشت. اسم این کاری که می‌کرد چی بود؟ هیچ. هنوز اسمی نداشت. ولی واقعیت این بود که داشت اولین سنگ بنای چیزی رو میذاشت که بعدها به اسم وبلاگ نویسی دنیا رو تغییر داد. 3 سال بعد یعنی 1997 یه نفر دیگه به اسم جورن بارگر اومد و برای این حرکت یه اسم گذاشت. وبلاگ یعنی ثبت اتفاقات روی وب. اما اینم طولی نکشید. سال 1999 پیتر مرهولز این اسم خلاصه کرد و نوشت: حالا وقتشه که سرعت رو حس کنی. سال 1999 یه تیم خلاق به اسم پایرا لبز اومد و سرویس بلاگر رو ساخت. برای اولین بار بدون نیاز به کد نویسی هر کسی میتونست با چند تا کلیک وبلاگ خودش رو راه بندازه. وبلاگ نویسی ترکوند. هر روز هزاران نفر وارد دنیای جدیدی میشدن که توش میشد درباره هر چیزی حرف زد. زندگی روزمره، سیاست، هنر، نقد فیلم، سفر، غذا، حتی خاطرات عاشقانه. تا سال 2004 واژه بلاگ انقدر مهم شد که دیکشنری معروف مریم وبستر اونو به عنوان کلمه سال انتخاب کرد. دنیا داشت عوض میشد و وبلاگ ها یکی از موتورهای این تغییر بودن. با داغ شدن تب وبلاگ نویسی تو ایران، خیلی زود نیاز به سرویس هایی حس شد که کار ساخت وبلاگ رو ساده تر کنن. سال 1381 پرشین بلاگ به عنوان اولین سرویس وبلاگ فارسی راه افتاد. یه حرکت انقلابی که باعث شد دیگه برای وبلاگ ساختن نیازی به دردسرهای فنی نباشه. بعدش هم سرویس‌های دیگه یکی یکی وارد شدن. بلاگفا در سال 1383 و بعد از اون میهن بلاگ و بلاگ اسکای که هر کدوم یه جامعه بزرگ از وبلاگ نویس‌ها دور خودشون جمع کردن. ساخت وبلاگ اونقدر آسون شده بود که هر کسی با چند دقیقه وقت گذاشتن میتونست صاحب یه گوشه کوچیک تو اینترنت بشه. گوشه‌ای برای شعر گفتن، قصه نوشتن، نقد کردن، درد دل کردن یا حتی بحث‌های اجتماعی و سیاسی داغ. تا سال 1385 تخمین زده میشد که ایران نزدیک به 700,000 وبلاگ فارسی زبان فعال داره. رقمی که باعث شد ایران یکی از بزرگترین جامعه‌های وبلاگی دنیا بشه. صحنه بزرگ برای دیده شدن، شنیده شدن و ساختن هویت دیجیتال. همیشه یه جور نمیمونه. از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی موج جدیدی راه افتاد. شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و بعدتر کلی پلتفرم دیگه وارد زندگی دیجیتال مردم شدن. اینجا دیگه لازم نبود کسی وقت زیادی برای ساخت یه وبلاگ صرف کنه. یه پست کوتاه، یه عکس فوری، یه کپشن چند کلمه‌ای و حرفت زده میشد. ارتباطات سریع‌تر، ساده‌تر، جمع و جورتر شده بود و همین باعث شد خیلی‌ها، مخصوصاً نسل جدیدتر، کم کم از وبلاگ نویسی فاصله بگیرن. وبلاگ‌ها آروم آروم خلوت شدن. صفحات زیادی به روز نمی‌شدن. نویسنده‌ها کوچ کردند به پلتفرم‌های تازه‌تر و زود بازده‌تر. اما با همه این تغییرات، وبلاگ نویسی هیچ وقت خاموش نشد. اونا که واقعاً دلبسته نوشتن بودن، هنوزم موندن. تو سکوتی آرومتر، تو فضای شخصی‌تر، با نوشته‌هایی که حرف از دل می‌زد. نوشته‌هایی که به جای فالوور و لایک، دنبال عمق و معنا بودن. وبلاگ نویسی امروز دیگه اون تپ داغ سالهای اول نیست، اما هنوز زنده است. فقط شکلش فرق کرده. دیگه همه جا پر از وبلاگ‌های روزانه و خاطره نویسی نیست. امروز وبلاگ نویسی تبدیل شده به یه ابزار جدی‌تر. محتوای تخصصی. بیشتر وبلاگ‌های امروزی روی یه زمینه خاص تمرکز دارن، مثلا تکنولوژی، سفر، آموزش، کسب و کار یا روانشناسی. برندسازی شخصی. خیلی‌ها با وبلاگ برند شخصی خودشون میسازن. یه وبلاگ خوب میتونه رزومه قوی‌تر از یه مدرک باشه. تولید محتوا برای کسب و کارها. شرکت‌ها و برندها دیگه فقط تبلیغ نمی‌کنن. با وبلاگ نویسی داستان میگن، آموزش میدن و اعتماد میسازن. سئو و بازاریابی محتوا. تو دنیای امروز کسی که بتونه خوب بنویسه و تو گوگل دیده بشه، برندسازی قوی‌تری داره. وبلاگ نویسی شده یه بخش جدایی ناپذیر از بازاریابی دیجیتال. پس وبلاگ نویسی مرده؟ نه، اصلاً. فقط از یه حرکت جمعی و هیجانی رسیده به یه کار جدی، تخصصی و هدفمند. دیگه خبری از موج‌های هزاران وبلاگ شخصی نیست، اما اونا که موندن، قوی‌تر، آگاه‌تر و مؤثرتر از قبل می‌نویسن. شما نظرتون در مورد وبلاگ نویسی چیه؟ آیا تا به حال واسه خودتون وبلاگ داشتین؟ خوشحال میشن نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و این ویدیو رو به اشتراک بذارید.